بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم دوستان و هموطنان. یک خبر خوش از زمین شام. تجمع هموطنان ما و شما در زمین شام یک کانال شدن، یک میدان تأسیس کردن در شبکه اینترنتی با مقصد بازگرداندن عزت از دست رفته مردم ما. در همین سبت فعالانه کار خواهند کرد و کسانی که هم فکر هستند یا میخواهند که عزت مردم ما بازگردد می توانند این میدان را استفاده برند. این تجمع هموطنان خواستند هدف گرفتند که چقدر که می توانند به وطن خدمت کنند و مردمی که صاحب عزت و ناموس بودند برگردند به عزت و ناموس خود. در اول در تلگرام و اینستاگرام کانال شدند. چرا در تلگرام؟ زیرا که شما میدونید که یوتیوب و غیر قانون‌های دارد که اجازت نمیدهد که هر سخن‌ها گفته شود یا هر ویدیو پخش کرده شود. برای همین تلگرام مناسب بود و اگر خدا خواسته باشد در آینده دیگر کانال‌ها خواهند گشاد. دوستان و هموطنان، ابونه شوین، به میدان عزت پیگیری کنین، شریک باشین. سوال داشته باشین، به سوال‌های شما جواب خواهند داد. در این تجمع هموطنان نه تنها عسکری، شخصان شرعی هم هستند. به سوال‌های دینی، مذهبی، عقیدوی، جهادی جواب خواهند داد. پس ابونه شوین، میدان عزت رو دستگیری کنین، از دعای دینیتان فراموش نکنین. با احترام، تجمع هموطنان شما از زمین شام. شما را به خداوند میسپارم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.